سلام اومدیم با معرفی یه دستگاه جدید دیگه به نام پرینتر اپسون L3210. دستگاه سه کاره رنگی براتون چاپ میکنه و قابلیت خوبی داره. این دستگاه رو امروز میخوایم براتون آنباکس بکنیم. دستگاه 4 رنگه، کیفیتش تقریبا میشه گفتش که عکس هم چاپ میکنه، ولی برای مصرف روزانه بسیار دستگاه عالی هستش. بسیار به صرفه است و مصرف برق پایینی داره. الان میخوایم این دستگاه رو براتون باز بکنیم و توضیحاتش رو بهتون بدیم. دستگاه گارانتی مادیران هست، چاپ A4 براتون انجام میده و تا 200 گرم کاغذ گلاسه هم ساپورت میکنه براتون. بریم برای باز کردن دستگاه. برای باز کردن در دستگاه L3210 اپسون که ببینیم که داخلش چیا هست و محتویات داخلش چی هستش. میریم با کاتر بازش میکنیم. 2 تا پلم داره. داخل جعبه دوباره یه در مقوایی دیگه هستش. بروشور و CD و آموزش‌های داخلش به زبان انگلیسی. البته داخل سایت خودمون تمام آموزش‌هاشو اینا رو گذاشتیم. یه ست جوهر 4 رنگ به علاوه یه دونه مشکی داخلش اضافه است. این هدیه اپسون ظاهرا این شکلی پلومه. این جوهرهای اورجینال هستن، اصلا هوا داخلش نیست و این جنس این پلاستیک ها با فیک های توی بازار فرق میکنه و این نوع پرسشون رو حالا اگر زوم بکنیم متوجه میشید که قشنگ 2 تا پرس شده اینجا و از اینا میشه فهمید که اینها اورجینال هست. 4 تا رنگ داخل خود دستگاهه. یه دونه مشکی اضافه به خاطر اینکه مشکی معمولا بیشتر استفاده میشه. من درش رو باز کنم که بخوام دستگاه رو در بیارم. 2 تا یونیک داره. بله، کابل پاورش. البته شما همیشه یه دونه تبدیل 3-2 همیشه لازم دارید. خود دستگاه و یه دونه دیگه ظاهرا کابل پاور داره که احتیاجی به تبدیل 3-2 هم نیستش، یعنی شما میتونید از این استفاده بکنید. یه بروشور فارسی هم که یه آموزش فارسی هستش برای راه اندازی دستگاه‌های اپسون، خود شرکت مادیران داخل این گذاشته، ولی خب گارانتی های دیگری که شما تهیه میکنید این بروشور رو ندارن داخلشون. خیلی هم مهم نیست، اینو شما همه جا میتونید پیدا بکنید و آموزش‌ها شما کارشناسای خودمون هم داخل سایت گذاشتن یا حتی میتونید تماس بگیرید، آموزش‌ها رو بهتون میده. میریم اینجا که دیگه چسب دستگاه رو باز بکنیم و دستگاه L3210 اپسون، دستگاه 4 رنگ، قابلیت چاپ رنگی داره رو براتون باز بکنیم و ببینید. این پلاستیک خود دستگاه میندازیمش میره. یه برگه آموزش داره که چجوری چسباش رو بکنیم و دیگه این کارا رو انجام بدیم. این کار خاصی نداره، درش میاریم. تمام چسب‌های آبی باید باز بشه برای راه اندازی و شما میتونید اینجا جوهرها رو خالی کنید داخل اینا. این برای باز میشه. تمام رنگ ها اینجا مشخصه: مشکی، زرد، قرمز و آبی. یه دونه از اینها کاملا داخل یه دونش خالی میشه، یعنی در اینو که شما باز میکنید اینو داخل این فشار میدید و این جوهر 65 میل داخل اون ریخته میشه کاملا. این دستگاه قابلیت این رو داره که براتون 6500 صفحه رنگی و 4500 صفحه سیاه سفید براتون اگر اشتباه نکنم پرینت بکنه. حالا توی کپشن براتون می نویسم که چند برگ براتون پرینت میکنه و توضیحات خاصی داره. مثلا
استاندارد اینها پوشش 5% جوهر روی کاغذ هست و اگر شما تماما بخواید یه عکس پرینت بگیرید 100% براتون 6500 صفحه رو پرینت نمیگیره. فقط 5% جوهر باید 5% کاغذ باید رنگی بشه در اصل که این کار رو انجام بده. بریم برای ادامهش. درش رو باز میکنیم. این یونیت اسکنرشه که شما برای کپی گرفتن و اسکن گرفتن ازش استفاده میکنید. 2 تا دکمه روش داره، یکیش کپی رنگی میگیره و اون یکی کپی سیاه‌سفید براتون انجام میده. دکمه پاور رو اینجا داریم و اینم عملیات کنسل کردن پرینتره که حالا آموزشاشو بهتون میدیم که برای هد کلین کردن هم شما میتونید 3 ثانیه این دکمه رو نگه دارید و عملیات هد کلین انجام بشه و برای نازل چک گرفتن هم شما این دکمه رو نگه میدارید، دستگاه رو روشن میکنید و همزمان ولش میکنید. این باعث میشه که یه دونه برگه براتون پرینت بکنه و نازل ها و وضعیت سلامت پرینتر رو به شما نمایش میده. از این بالا ما این قسمت رو داریم که شما میتونید کاغذ بذارید داخلش. این باز میشه و کاغذ اینجا قرار میگیره، یعنی ورودی کاغذ اینجاست که 50 بر کاغذ قرار میگیره و از جلو هم وقتی که پرینت میگیره از جلو هم پرینت رو میده بیرون. اینجا هم در جلوی دستگاه رو داریم که شیلنگ ها و کلا داخل دستگاه نمایش پیدا میکنه که اصلا احتیاجی نیست این رو شما باز کنید یا داخلش رو ببینید، فقط باید چسباش رو شما بکنید. داخلش هم هیچ چسبی نداره، فقط این چسبای آبی باید کنده بشه. این جلو هم یه سینی داریم که باز میشه. حالا این چسبا رو ما باید کاملا باز بکنیم تا شما ببینیدش. وری دستگاه خوب دیده نمیشه. این از زیرش هم یه دونه چسب داره که این چسبا رو باید بکنیم. این سینی هم شد سینی خروجی پرینتر که وقتی که شما پرینت میکنید اگر حالا لبه میز جا باشه برگر رو چون میده بیرون نیفته پایین، این درش باز میشه و شما میتونید از این موضوع استفاده بکنید. برای راه اندازی دستگاه وقتی که شما جوهر رو کامل 4 تا رنگ رو میریزید اینجا، در اینا بسته میشه، در اینجا بسته میشه، دستگاه رو روشن میکنید، 5 ثانیه دکمه مثلث رو نگه میدارین، دستگاه شروع به کار کردن میکنه. تقریبا میشه گفت 10 الی 15 دقیقه زمان میبره تا دستگاه عملیات کلینینگش رو انجام بده و جوهر از داخل مخزن به پشت هدا و توی شیلنگ ها پر بشه دستگاه. و وقتی که دستگاه ردی بشه چراغ سبز ثابت میمونه و شما اون وقت میتونید پرینت بگیرید. برای همین دیگه تمام شد.